عزیز، مثل که ما در ویدیوهای قبلی گفتم که همی اجنت میتونه که با ما با 6 پوند کمپانی LTD ما را در کمپانی هاوس یوکی راجستر کنه و در اختیار ما قرار بده. اون ما گفتم که یک ویدیوی دیگه هم داریم که در کمپانی هاوس خودت میری اکانت میسازی، همی رقم قدم به قدم میری تا اما LTD تا بگیری و این اجنت یک خدمات را با بسیار پول کم ارائه میکنه. اگر این کار کنیم خوبتر است، به خاطر که با 6 پوند هیچ کدام مبلغ نیست، بسیار یک پول ناچیز است دوستان. از وقتی که ما شما در تجارت میکنید دیگه پیش از این پولا نگردیم، این پول بسیار ناچیز است دوستان عزیز. همین پول ما همیشه مشوره ممی است که اگر این اجنت کار کنه براتون خوب است و مشوره ما همی است که 6 پوند پرداخت کنید بانید که امی کمپانی تانه امی آیکن آفیسز یا برای شما راجستر کنه و در اختیار شما قرار بده. سعی که دوستای عزیز خوب حالا که وقتی که آمدیم در خود وبسایت از این وارد شدیم و ما شما چی خود گرفتیم دیگه. حالا ما آدرس خود گرفتیم، آدرس خریداری کردیم، ما صاحب آدرس هستیم، آدرس داریم. بعد از او حالا ما میخوایم که کمپانی ما را اینجا خود آیکن آفیسز با ما ایره بگیره. سعی که دوستای عزیز اینجا همون خدمات هست، در میایم ورچوال آدرس خلاص شد، اینجا گفته یوکی کمپانی سرویسز سرزی کلک میکنیم، میایم در اینجا گفته که کمپانی فارمیشن LTD. این انترفیس باز شد دوستای عزیز. در اینجا با ما گفته که 5.99 pound UK LTD company formation and 150 word of gifts. یعنی به این معنی که اگر میخواهید دوستای عزیز که کمپانی هایتان اینجا باز کنید، یک 150 پوند گفت هم داریم و مصارفی که با یک باز کردن یک LTD میشه 5.99 پوند است که 6 پوند بگیریم دیگه دوستای عزیز. یا تکنیک های مارکتینگ است که سر ما میزنه. خب بر صورت اینه 6 میگیریم، یعنی با 6 پوند شما میتونید که اکانت باز کنید که یک معلومات برداد. اگه نال اینجا 150 گفته که فکر میکنی که چی چیزاست میکنی گپ ناقص، ولی این پاکیج که 6 پوند برای ما فعلا یا تخفیف داده این نبود، ولی ما گرفتیم از ما قیمت تمام شده بود LTD خود گرفتیم. حالا این دیسکاونت که داده از این باید است ما شما استفاده کنیم. خب دوستان عزیز میایم پایین، میایم باز معلومات ها را ایجاد داده یوکی کمپانی فارمیشن فار یوکی and non UK residents. این باز معلومات هاست که معلومات ها را برجاده و اینجا یک وارنینگ هم داده. این وارنینگش هم یک وارنینگ است که company house are increasing the price of LTD company in corporation to 50 pound effective from 1st May 2024. اینجا دوستان عزیز گفته که کارپوریشن امکان زیاد داره که کسایی که کمپانی LTD میگیره این قیمت از این بعد از اول می بالا شوه، قیمت دولتی از این 50 شوه. فکر که دوستان عزیز حال 12 پوند است، شاید 50 شوه دیگه. او منتظر می باشیم که چند میشه. خب اینجا گفته که تصمیم گرفته و ای اجنت هم گپ از وار اینجا با ما انتقال داده که یعنی مبادا اگر کدام گپ شوه این شما که قیمت بالا میشه ما مقصر نیستیم، این کارم خود دولت انگلستان است. دوستان عزیز اینجا تا اول می 24 کدام گپ نیست، بعد از او امکان داره قیمت بالاتر شوه که اینجا گفته میتونه که این شما دقیق بخوانید براتون گفته که چی هست کامل معلومات داده. خب به هر صورت دوستان عزیز حالا خب فکر کنم که ما شما میایم حالا خب اول می 2024 نشده، ما میایم که امی کمپانی خود اینجا فارم کنیم یا کمپانی خود اینجا بر اجنت توسط امی اجنت راجستر کنیم که پلیس ما اینجا امی آردر خود پلیس کنیم. وقتی که آردر اینجا پلیس شد این خودش امی مسئولیت داره که با ما شما LTD بگیره دیگه. ناله هر چیزی که کشور پالیسی یا قوانین را وضع میکنه ما شما تابعش هستیم. اینجا یک معلومات براتون داده، اینجا موست پاپولار که گفته دیجیتال LTD کمپانی فارمیشن پک. یکی همین دیجیتال LTD کمپانی فارمیشن پک یعنی به این معنی که آنلاین میگیری، یکی دیجیتال داره یکی هم
امو از طریق میل است و پیپر است ایگه پاس که زیرا بالاتر بشه، ولی آنلاینش آنلاین گفته که ما برتان آنلاین میگیریم که آنلاینش کمار پولش هم نازل تر است، از خود پول دولتیش هم نازل تر است. که اینجا دوستای عزیز به ما معلومات مکمل داده، میتونید که تمام از این بخونید، هر چیزی که اینجا ارائه کرده. طبعا این معلومات ها را به ما شما در اونجا دید، این معلومات ها رو وقتی که آدرس میگرسه این معلومات ها را داده دیگه. اینجا گفته باز چیزایش هست که اینجا گفته که اولش هست companies house registration fee included، میگه که ما دمو کمپانی هاوس که مربوط LTD مربوط تمام جوازهای تجارتی مربوط از اون میشه، دمی قیمت هم نفته است و مفیسش هم کسی جا انکلودد گفته. اما من نمیفهم که چطور اینجا انکلودد گفته. او $12 پوند بخشش باشه، 12 پوند فیس از او هسته. و به هر صورت وقتی که شما پلیس کرده اگر دیده که 6 پوندی را خواست و 12 پوند دی قیمت خود کمپانی ها، یعنی قیمت حکومتی یا قیمت دولتیش خواست، دو شما نگران نشه، او قیمت حکومتی است و نقش نداره، او را باید از بپردازی، او پیسه رسمی دولتیش است، باید از بپردازی. اگر دیدی که او نبود یا تخفیف داده بود یا گفته که اینجا گفته که اینکلودد است، باز دمی $6 شما 6 پوند شما کارتان پیش ببرید. و اینجا معلومات های دیگر دادم، مثلا fast one day company formation excluding weekends، میگه که ما دمی یک روز کارتان شما بر شما می کمپانی شما را ما تکمیل میکنیم، یعنی فارمیشنش یا تای مراحل دولتیش ما ایره خلاص میکنیم. یعنی اگر روز چی نباشه، ویکند رخصتی نباشه. بازی گفته use your own address as your company's register address، میشه که اینجا گفته که use your own address در محض کمپانی آدرس را که یا آدرس یا نه آدرس خود استفاده کو یا آدرس کمپانی را. و خوبتر است ما شما خال آدرس داریم دیگه، آدرس را خریداری کردیم، آدرس خود اینجا استفاده میکنیم. یعنی گفته در کمپانی رجیستریشن آدرس شما همو آدرس خود استفاده کنید، آدرس خریداری کردین در کجا استفاده میکنید. وقتی از شما پرسان میشه که آدرس رجیسترتان، یعنی کمپانیز رجیستر آدرس که استان خواسته میشه، شما همو آدرس را که خریداری کردین همو آدرس اینجا برسانید. باز اگر باز کسا میشه که خودشون در یوکی زندگی میکنه، باز بر از او ضرور نیست که آدرس خانه خودم داده میتونه. خب دوستای عزیز و کسایی که مقیم نیستن در کس دیگه جای زندگی میکنه، باز او آدرس طبعا خریداری کرده، اما آدرس اینجا ذکر میکنه. اینجا تمام از این معلومات هاست که معلومات های به درد ما شما میخوره، تمامش هستن. میشه که معلومات ها را بگیرین. کلش گفته معلومات اگر خودتان معلومات ما بر شما بتم مبادا گیج نشین، ولی این یک معلومات هایی هست که دیگه سیمش باشه این معلومات ها را برتان بتیم که حالا نگوی که معلومات ها را به ما نداد. و دیگه اینجا گفته که use one of our address as the registered address for your business from only 0.99 pound week included mail handling. یعنی اگر آدرس ما را میگه استفاده میکنی، آدرس ما را استفاده میکنی، 91 پوند خودت باید از هفته بپردازی، یه مو قیمتش است. و دیگه اینجا گفته directors mail handling included if you use our registered address for your company. یعنی که شامل همه آدرس دایرکتور دی شامل است. میگه در صورتی که آدرس ما را اگر استفاده کنی، دایرکتورز میل هندلینگ دیگه شامل است که یک چیزی هست که به خود به باز جای کار میشه، ولی قدر در کار بار شما نیست. اگر باز کسا دایرکتور آدرس میخواد سعی است، دایرکتور هندلینگ ما شما باز پورتال داریم دیگه، او پورتال استفاده میکنیم. طبعا آدرس خریداری کنیم با ما پورتال داده که از پورتال ما استفاده کنیم. Unique register address for your company if you use our address. اما آدرس ما را میتونی که استفاده کنی. جوارد گفته که unique register address for your company if you use our address. اونم آدرس زور استفاده میکنیم، مشکل نداریم. instant online submission no signature or paperwork. این چیزا سیگنیچر و پیپرورک گپا ضرورت نیسته. اگری باشم یعنی خود ما میکنیم، کدام گپ نیست دیگه. یعنی نو سیگنیچر اور پیپرورک نیست که اگر تو بگی تمام از این آنلاین است، از طریق آنلاین وقتی که شما سابمیت ما از طریق آنلاین سابمیت میکنیم، بنان این چیزا ضرورت نیست که ورق کاغذ بازی و گپا باشه. all company formation documents sent to you by email. وقتی که ما میگه میره برای شما
کمپانی تانه که راجستر کردیم در کمپانی هاوس، تمام اسنادهای مربوطه ازی که ما و اسنادا که در اختیار است ما او را از چی که ما میگیریم و آدرس اسنادا را از کمپانی هاوس که میگیریم او را بر شما از طریق ایمیل ارسال میکنیم دوستان عزیز. خب دیگه که گفته ایمیل کاپی آف سرتیفیکیت آف انکارپوریشن، ما ایمیل میکنیم خود سرتیفیکیت و امو LTD را که برات میتیم بر تو کمپانی هاوس یا دولت یوکی که بر تو ایشو میکنه ما از طریق ایمیل برات روان میکنیم. و ایمیل کاپی آف شیر راجستر اونمو شیر راجستر هم سهم را که میکنه او رو برات روان میکنیم. ایمیل کاپی آف ممورندم اند آرتیکل آف اسوسییشن، همون ممورندم و آرتیکل هایی که باشه او را ما براتان روان میکنیم. او را که کمپانی هاوس با ما قانون و باز قوانین ها و باز ممورندم یا آرتیکل زیچار با ما روان میکنه، ما رو بر شما در اختیارتان قرار میدیم. ایمیل کاپی آف شیر راجستر، همون سهم شما که راجستر است اگر 2 نفر 3 نفر باشه او را برات روان میکنیم. all document recognized by UK law، یعنی تمام می اسنادا را که ما برات روان میکنیم ای از طریق قانون یوکی شناخته شده است که کدام اسناد دیگر نیست. فری یوکی بزنس بانک اکاونت فارمیشن for both UK and non-UK residents، ایره اگر کسی که میخواد که در UK بانک اکاونت باشه ای خدمات ما برتان ارائه میکنیم، فری رایگان. ایزی آنلاین بانک اکاونت است یا مامو گپ است. و دیگه ای گفته که اگر مثلا بانک اکاونت باز بگیره 70 بک ای گپای هست که اونمو گپای مارکتینگش است که این خدمات داره. بازی گفته فری کو یوکی ان یوکی دومین نیم، اگر دومین میگیره یا دومین نیم تان انتخاب میکنه یا فری است که فری برتانی کار ما میکنیم. و دیگه فری 400 گوگل ادوردز ووچر، ای کار است که ای را ای گرفته دیگه ذکر کرده در حال که کار گوگل است. گوگل اگر $400 مثلا تو در گوگل وقتی کمپانیت که جور میشه میخوای که اعلان کنی همون وبسایت در گوگل اگر 400 مصرف کنی 400 برات میده، ای با پای خود کرد. دیگه گفته فری prepaid credit card with 20 pound free credit، این همون گپاس که این چیزا را داره کل از این مثلا freeyellow.com business listing دی کارا برات کل گپا را برات میکنم. این خدمات برای شما میکنه، این خدماتش هست. میبینی هر خدماتش بر شما ضرورت بود و استفاده میکنه، کارتون است او را از این استفاده کنید دوستان عزیز. خب باز اینجا میایم یکیش اینجا اینا میبینید دو آپشن با ما داده که یکی از این هست اینجا دوستان عزیز use one of our address as the registered address of your company، use your own address as the registered address of your company. اگر مثلا آدرس خودتان میگه استفاده میکنین، آدرس از خودتان باشد تو به ما باید از $16 پرداخت کنین، 15.99. ولی اگر آدرس ما را استفاده میکنین شما باید از $5.99 شما 99 پوند شما پرداخت کنید که همون 6 پوند است به اصطلاح. ما 5.99 میگیم گاهی 5.99 میگیم گاهی 6 میگیم، اصلا 6 است دیگه. او دیگه وقتی که 6 بعضت میگیره تو 1 روپای از او پر تو 1 سنت هم پس نمیتام. خب دوستان عزیز اینا میبینیم ما شما میایم اول از این انتخاب میکنیم. کسی اختیار داره، باز اگر کسی میخواد که ما آدرس خود انتخاب میکنم آدرس خود که انتخاب میگیری 16 پوند میگیره. ولی اگر آدرس ما رو انتخاب میگیری ما شما آدرس داریم آدرس خودش انتخاب میگیریم. وقتی آدرس خودش انتخاب کردیم دیگه ما آدرس خریداری کردیم. چرا ما یعنی پلان ایجا داریم عضویت با ای اجنت یا با می کمپانی عضویت داریم دیگه. عضویت وقتی داریم مشکل نیست منبرش هستی. بازی ما شما پروسید میگیم. وقتی که پروسید کردیم اینجا از ما دو چیز میخواد. یکی گفته use one of icon office 5 address، اینجا با ما یک چیز گفته که ما کار نداریم. اینجا باز گفته choose this option if you already have a virtual address. ما شما خود داریم آدرس، اولش هیچ کار نداریم. دومش هم میایم گفته که choose this option if you already have a virtual address supplied by icon offices. ما خزمی icon office ما آدرس داریم، این انتخاب میکنیم دیگه. بالاش هیچ کار نداریم. بالاش هست اگر میگه از 5 جای اگر آدرس میخری اینجا آدرس انتخاب کو بعد از او ما باز این قیمتش هست. ولی ما شما خب فعلا داریم دوستان عزیز، داریم سر از کلیک میکنیم. وقتی کلیک کردیم این اینترفیس باز میشه. این اینترفیس که وقتی که باز شد اینجا دیگه از ما باز چیزا رو میخواد که اینجا مکمل همو
چارتا است که باید است ما شما خانه پوری کنیم. خب دوست عزیز اینجا میایم اول نام کمپانی را وارد میکنیم. نام کمپانی را که وارد کنیم، نام کمپانی ما چی است؟ احمد است. باز پایین تر میایم، پایین که آمدیم دوستای عزیز گفته لیمیتد یا LTD. اینجا لیمیتد مکمل نوشته کرده، اینجا LTD را تنها LTD نوشته کرده. یعنی اگر ما مثلا بخوایم که مکمل در پسوند اسم کمپانی ما مثلا احمد LTD باشه یا احمد لیمیتد باشه، ما اگر بخوایم که نه کوتاه باشه احمد LTD ای را کلیک میکنیم. ولی اگر بخوایم نه احمد لیمیتد باشه، مکمل هم لیمیتد نوشته باشه، لیمیتد است. هر دوش یک مانامیت، صرف در پسوند در اینجا نیست. اگر لیمیتد انتخاب کنیم اینجا نوشته میشه که لیمیتد. اینجا لیمیتد میشه. و اگر اینجا از ما اگر LTD را انتخاب کنیم اینجا میایه LTD و در خود امو جواز ما یا در خود سرتیفیکیت هم اینمی اگر LTD را انتخاب که LTD نوشته میشه، اگر لیمیتد انتخاب کرده لیمیتد میشه. خب دوستان عزیز از این ما شما LTD را انتخاب میکنیم. وقتی که LTD را انتخاب کردیم پایین تر میایم، پایین تر آمدیم اینجا گفتم main activity of business. در اینجا ما میگیم که اینجا section click on logo learn complete for one business activity should be added. اینجا ما نوشته میکنیم e-commerce. خب description for your business is valid. Please click on the black and white logo. خب اگر اینجا عد بگیم خب اینجا عد بگی اینجا. خب اینجا گفته اینجا سایکو میبینه دوستای عزیز ریتیل انفارمیشن تکنولوژی ریال استیت هاستینگ بیلدینگ فاینانشال بزنس سپورت و شما اینجا ریتیل انتخاب میکنید به خاطر که ای کامرس اینجا یا ثبت نداره. باز اینجا اگر در ریتیل باز ریتیل هم که گفته باز هر کدامش هر چیز داره. این میره هر کدام هر کار را که میکنین اینجا حتما بپالین هست. اینجا چیزی را که میخوای از خب فکر کن ما اینجا یک چیزی را اینجا من انتخاب میکنم که در کدام بخش خب ریتیل ترید موتور ویکل پارتس ریتیل سیل تباکو پروداکت ریتیل موبایل. این ما شما همی ریتیل سیل آف موبایل تلفن ای را انتخاب میکنیم. اینجا انتخاب شد. باز اگر عد بگه هر سه بگه اینجا عد میشه. خب اینجا گفته که select آدرس. خب وقتی که ما شما همی بزنس اکتیویتی خود تعیین کردیم بعد از او select آدرس بگه اینجا آدرس انتخاب کن. اینجا ما شما میاییم که ما شما کدام آدرس انتخاب کرده بودیم همی بود نه 182 184 های استریت نورت ایست هم لندن یا هم پست کدش است. باز شما طبعا اگر اینجا میتونه انتخاب کنید میتونه که شما طبعا آدرس داره پیشتان اونجا هر جایی که خواسته و آدرس وارد کنیم. ما اینجا اینا وارد کردم خیلی می آدرس ما انتخاب کرده بودیم. باز اگر پیش شما برید در پورتال تان برید از اونجا این آدرس بگیرید و این آدرس هم طبعا پیشتان می باشه همینجا وارد کنین. ما اینجا این آدرس وارد کردم دوستای عزیز. آدرس را وارد کردم که از اینجا خریداری کردیم. خب دوستای عزیز از اینجا خریداری کردیم. چرا من انتخاب کرده بودم که امی آدرس را ما اینجا انتخاب میکنیم که از already ما از آیکن آفیسز خریداری کردیم. امی آدرس خریداری کردیم. این آدرس بود. این آدرس ماست دوستای عزیز. بعد از او میایم پایین تر. وقتی که پایین تر بیایم اینجا گفته که ایمیل خواسته که ایمیل کدام ایمیل اینجا وارد میکنیم. ما اینجا این ایمیل خب اینجا ما ایمیل وارد کردم همراه از این باشتو که دیگه چی هست. اینجا ایمیل وارد میکنیم افغان فر gmail.com. ایمیل دوستان عزیز ما اینجا وارد کردیم. باز گفته دایرکتور دیتیل همی دایرکتر از این همی منیجر از این کی است.
اینجا در کمپانی در امریکا زیاد کلمات منیجر استفاده میشه، در اینجا دایرکتور استفاده میشه. دایرکتور هم مثلا دایرکتور احمد التدی است، محمد ایمن ایمر. اینجا تخلص اینجا ذکر میکنیم دوستای عزیز. افغانفر. باز اینجا پلیس آف برت است، هر پلیس آف برت را که پلیس آف برت ما اینجا وارد میکنیم دوستای عزیز. خب باز شد پلیس آف برت چی دیت آف برت دوستای عزیز. دیت آف برت ما خب یک تاریخ اینجا وارد میکنیم دیگه. حالا چی ما اینجا باز مجبور هستی که بک بری. خب 12 اپریل 12 اپریل 4 2024 شما هر چیزی که بود هر واقعی دیت آف برت اینجا دوستای عزیز وارد کنید. ما اینجا خب یک سامپل بر شما کار میکنیم. شما میتونه که واقعی را که غلط نباشه واقعی را شما وارد کنید. نشنالیتی که چی است؟ افغان. نشنالیتی افغان. باز اینجا از ما شما آدرس خواسته که مو آدرس رزیدنشال آدرس خواسته دوستای عزیز. میتونید که اینجا رزیدنشال آدرس شما را وارد کنید. در هر کشوری که زندگی میکنید همو آدرس تان وارد کنید دوستای عزیز. میتونه که مثلا به یوکی، اگر در یوکی میکنید یوکی، اگر در امریکا، در لندن، در جرمنی، در بلژیم، در اتریش، در هلند، در هر جایی که هستین فعلا که زندگی میکنید همو آدرس دوستای عزیز یک کل از این وارد کنید. وقتی که مکملی را وارد کرده دوستای عزیز یا آدرس اینجا وارد کردین از مکمل از تاون، سیتی، دیستریکت، کل پست کد همه چیز وارد میکنید. باز اینجا باز دایرکتورز ایمیل آدرس هم داخل کنین و دایرکتورز فون نمبر تان. باز یا پرسنتیج آف شیرز اون بای د دایرکتورز 100% از شما اینجا 100% که گفته شما بازی 100%. چرا اگر خودتان هستید دیگه طبعا مالک خودتان هستید. اینجا سیکو اینجا 100% دوستای عزیز. اینجا مو شهر خودتانه بخاطر یک نفر است. اگر 2 نفر بودی 3 نفر بودی هر هر چقدر که بودین باز یا شهرتانه هم سهمتانه نظر بمو سهمتان اینجا تعیین میکنین. خب این خو یک مشکل است که بخاطر یک جای است. این باز بسیار اگر او بخش که 3-4 نفر شریک باشین و ای باز بر شما یکم زرک مشکل میشه. حالا ما گفتیم یک پارتنر هستن، یک نفر هستی، یک نفر 100% است. ای اگر که بگی که ما 50% هستم 20% دیگه کی است 40% دیگه کی است اینجا برات یک ذره جنجال میشه. و طبعا یک نفر است. من مثلا آمده میجا خودم اینجا کار میکنم مالک می کمپانی خود مثلا 100% من سهم دارم. 100% وقتی سهم دارم 100% من ذکر میکنم که کمپانی از من. باز یک چیز از شما به خاطر امی سکیوریتی کوئسشن هستن خاصه یا سوالای امنیتی اینجا گفته please set answer to the below security question required by company's house. اینجا ازتان خواسته اینجا گفته که 3 حرف امو 3 اینجا گفته که 3 حرف امو 3 حرف امو شهر که امی خود دایرکتور و در جایی که شما تولد شده مالک امی کمپانی یا دایرکتور 3 حرف شما. مثلا اگر در کابل باشی BUL، اگر در لغمان باشی لغمان MAN، اگر در تو پنشیر باشی HER. یعنی 3 حرفش اینجا به خاطر که کمپانی هاوس از ما میخواه باید از شما اینجا سکیوریتی کوئسشن داشته باشید. باز اینجا از شما گفته که first 3 letter of director's father's first name، از نام اول پدرتان هم تخلص شد نام اولیش یا تخلصش یا هر چی که بود او را باید 3 کلمه 3 حرف از او را اینجا ذکر کنین. اگر مثلا محمود بود او دبل او اصلا دبل او دی، یا مثلا احمد اگر بود MAD،
هر چی که بود. باز یا گفته last 3 digits of directors phone number، همین فون نمبر تان 3 نمبر آخرش اینجا شما ذکر میکنین. وقتی که ذکر کردین بازی میاین select payment gateway میگین. select payment gateway وقتی که سرزو کلیک کردین اینجا از ما شما خواسته که از طریق کدام گتوی شما همین پول همین 6 پوند شما تحویل میکنین. پیپال است یا کردیت کارت است. ما شما کردیت کارت انتخاب میکنیم یا پیپال انتخاب میکنیم، هر چی که بود دوستای عزیز. فکر کو پیپال داری پیپال انتخاب کردی، یا کردیت کارت داشتی کردیت کارت. باز اینجا کپچر را اوکی میکنی، تک میکنی، میک ما نات روبوت. باز یا terms and condition است، این رو کلیک میکنی. وقتی که کلیک کردی به این معنی تو که قبول کردی. باز اگر خواندی بخوان مشکل نیست. بعد از او place order میشه. وقتی که place order شد دیگه انترفیس دیگه باز میشه. پول ارسال میکنی برای تو 1 روز یا در 1 روز یا در 2 روز از طریق ایمیل تمام امی داکومنت را ارسال میکنه و LTD تر راجستر میکنه و تو صاحب LTD میشی و تو در UK آزادانه کار کرده میتونی. تو اسناد تو مکمل میشه. مثلا که در امریکا LLC میگیری، در UK LT میگیری، در افغانستان جواز تجارتی میگیری. وقتی که LTD را گرفتی تجارت تو ثبت شد، خودت تجارت کرده میتونی. دیگه دوستای عزیز باز هر گپی که بود به خاطر استیتمنت، به خاطر فایل تکس، همین تکس که وقت فایل میکنی، هر چیز، هر مسائلی که بود دوستای عزیز این کمپانی آیکان آفیسز را خبر میکنه. این بود دوستای عزیز طریق گرفتن LTD توسط اجنت آیکان آفیسز. و شما خودتان میتونین که خودتان میره بگیرین از طریق کمپانی هاوزز. خب ولی این باز خوبتر است براتون. طبعا تمام اسناد را روان میکنه. وقتی که برات بگیره تمام اسناد را برات روان کنه، یوزر پسورد هم روان میکنه، دیگه چیز ضرورت هم نیست همین کل کارا برات 6 پوند کنه. دیگه به مو درد سرش نمیارزه. به مو اگر یک اشتباه کنی، یک مشکل کمپانی هاوس برات پیش کنه، بر زمون نمیارزه. 6 پوند بده بیغم شد دیگه دوستای عزیز. 1 روز بعد یا 2 روز بعد یا 1 ساعت بعد باز اوقات فکر کو که در 1 ساعت هم میتونی کمپانی تا LTD تا راجستر شد، LTD تا بگیری. امکان داره بازی ها خود طبعا یا که کار میکنه 1 روز در بر میگیره. دوستای عزیز این بود لکچر گرفتن LTD از کمپانی آیکان آفیسز.